مسئله ADHD یا Attention Deficit Disorder در کودک و نوجوان و بزرگسال مثل هم عمل میکنه. 3 تا مشخصه اصلی داره که بهشون توجه باید کرد و مسئله این اتنشن یا عدم توجه هستش. هرچی با کودک و اون فرد با صحبت میکنی نمیتونه توجه کنه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه گوش بکنه، نمیتونه یاد بگیره و گاهی اوقات ما میتونیم جورای مختلف این فرد رو در نظر بگیریم و لیبل بچسبونیم، بگیم حالا یه سری مسائلی داره. از طرفی هم مغز انقدر درگیر یه سری افکار هستش، اینکه فرد هایپر اکتیوه، نمیتونه یک جا بشینه، نمیتونه رفتار آروم داشته باشه، مرتب داره حرف میزنه، فعالیت زیاد داره، بدو داره، میره میاد و نمیتونه یه فوکوس داشته باشه، اتنشن روی یک کاری داشته باشه، از یک کاری به کار دیگه میپره، از یک تصمیم به تصمیم دیگه میپره. و از اون طرف هم فرد ایمپالسیو هستش، یعنی خود به خودی خیلی رفتار انجام میده، رفتارهای خود به خودی بدون فکر، بدون برنامه‌ریزی و اینها مشخصه این هستش که فرد اون سیستم عصبیش تحریک شده هستش و نیاز به کمک داره. متاسفانه در رفتارهای در بین کاپل ها به خصوص این رفتارها باعث اختلاف میشه، ازدواج ها به هم میریزه، خانواده ها و وقتی که بچه هاشون، کودک و نوجوانشون این مسائل رو دارن، گاهی اوقات فکر میکنن که باید بیشتر کنترل کنن، بیشتر فشار بیارن، ولی این رو نمیبینن که اون قدرت مغز برای توجه و تمرکز به هم ریخته است و فرد نیاز به کمک داره. این مسئله رو باید جدی گرفت و درمان وجود داره.